بعضی رفتارها هستن که شاید خودت هم متوجه نشی، اما آرام آرام باعث میشن احترام و اعتبارت پیش دیگران از بین بره. احترام چیزی نیست که یک بار به دست بیاد و برای همیشه بمونه. مثل یک شیشه است. اگر ترک برداره، ترمیمش خیلی سخت میشه. امروز میخوام باهات درباره اشتباهاتی صحبت کنم که اگر ادامه بدی، حتی نزدیکترین آدم‌ها دیگه بهت اعتماد نمی‌کنن. احترام پایه هر رابطه انسانی است. چه در خانواده، چه در محیط کار، چه در جمع دوستان. خیلی وقتها آدم‌ها فکر می‌کنن احترام فقط به بزرگترها یا افراد خاص مربوط میشه. اما واقعیت اینه که احترام یک سرمایه شخصی است که هر لحظه ممکنه از دست بده. از دست دادن احترام معمولاً یک باره اتفاق نمی‌افته، بلکه نتیجه تکرار رفتارهای کوچیک و اشتباهه. قبل از پرداختن به این رفتارهای کوچیک، اگه کانال رو سابسکرایب نداری و این ویدیو رو لایک نکردی، حتما کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و اون رو ذخیره کن تا بتونی بعداً ازش استفاده کنی. حالا میپردازیم به این رفتارهای اشتباه. 1. وعده‌های بی پشتوانه. وقتی بارها قولی میدی و عمل نمی کنی، دیگران کم کم یاد میگیرن روی حرفت حساب نکنن. حتی اگر موضوع کوچیک باشه، مثل فردا زنگ میزنم یا این هفته میبینمت. تکرار این بیعملی باعث میشه اعتبارت فرو بریزه. احترام یعنی دیگران مطمئن باشن حرفت ارزش داره. اگر این اعتماد شکسته بشه، بازسازیش خیلی سخت خواهد بود. 2. بی‌توجهی به شنیدن. یکی از بزرگترین بی‌احترامی ها اینه که وقتی کسی با تو صحبت میکنه، حواست جای دیگه باشه. نگاه کردن به گوشی، قطع کردن حرف طرف مقابل یا بی‌حوصلگی در شنیدن پیام واضحی میده. حرفت برای من مهم نیست. آدم‌ها بیشتر از آنچه فکر میکنی به این جزئیات حساسن. همین بی‌توجهی کوچیک میتونه احترام بزرگی رو نابود کنه. شماره 3. کوچیک شمردن دیگران. وقتی موفقیت یا تلاش کسی رو بی‌ارزش جلوه میدی، در واقع داری به شخصیتش بی‌احترامی میکنی. جمله‌هایی مثل اینکه کاری نبود یا همه میتونن این کار رو بکنن شاید ساده به نظر برسه، اما اثرش عمیق و مخربه. احترام یعنی ارزش گذاری به تلاش دیگران، حتی اگر کوچیک باشه. نادیده گرفتن این اصل تو رو در چشم دیگران فردی مغرور و بی‌اعتنا نشون میده. این 3 رفتار شاید خیلی روزمره و ساده به نظر برسه. دقیقاً همین ها هستن که آرام آرام دیوار اعتماد و احترام رو خراب میکنن. اگر میخوای جایگاهت رو حفظ کنی، باید از همین لحظه مراقب باشی. در ادامه رفتارهای دیگر رو بررسی میکنیم که حتی خطرناکترن و میتونن تمام اعتبارت رو از بین ببرن. شماره 4. بی احترامی پنهان در شوخی‌ها. خیلی وقتها آدم‌ها فکر میکنن با شوخی کردن صمیمیت ایجاد میکنن. اما اگر شوخی‌هات بار تحقیر یا تمسخر داشته باشه، به مرور باعث دلخوری و از بین رفتن احترام میشه. جمله‌هایی مثل تو که همیشه خراب میکنی یا از تو انتظار ندارم درست انجام بدی، شاید در قالب شوخی گفته بشه، اما اثرش جدی و ماندگاره. احترام یعنی مراقب باشی حتی در شوخی شخصیت طرف مقابل رو زیر سوال نبری. شماره 5. بی‌ثباتی در رفتار. وقتی یک روز مهربان و صبور باشی و روز بعد پرخاشگر و بی‌حوصله، دیگران نمیدونن چطور باید با تو برخورد کنن. این بی‌ثباتی باعث میشه اعتماد و احترام از بین بره، چون آدم‌ها نیاز دارن بدونن چه انتظاری از تو داشته باشن. ثبات رفتاری نشونه بلوغ و شخصیت قوی است. اگر این اصل رو نادیده بگیری، جایگاهت به سرعت سقوط میکنه. شماره 6. خودخواهی و نادیده گرفتن نیاز دیگران. وقتی همیشه فقط به خواسته ها و نیازهای خودت فکر کنی، دیگران احساس میکنن برات هیچ ارزشی ندارن. احترام متقابل یعنی درک کنی دیگران هم دغدغه و احساس دارن. اگر این رو نادیده بگیری،
دیر یا زود تنها میمونی. حتی یه حرکت کوچیک مثل گوش دادن به مشکلات کسی یا کمک در یک کار ساده میتونه احترام بزرگی برات بسازه. 7. بی‌مسئولیتی در کارها. وقتی مسئولیتی رو قبول میکنی اما درست انجام نمیدی، دیگران نه تنها به توانایی‌هات شک میکنن بلکه به شخصیتت هم بی‌اعتماد میشن. بی‌مسئولیتی یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای از دست دادن احترامه، چون آدم‌ها ارزش زیادی برای تعهد و پایبندی قائلن. احترام یعنی وقتی کاری رو به عهده میگیری تا آخرش با جدیت انجام میدی. این 7 رفتار شاید در نگاه اول کوچیک به نظر برسن، اما در واقع مثل سم عمل میکنن. آرام و بی صدا، اما به مرور کل رابطه ها رو از بین میبرن. اگر میخوای جایگاهت رو حفظ کنی، باید همین امروز تصمیم بگیری این عادتها رو کنار بذاری. در بخش بعدی به رفتارهایی میپردازیم که حتی خطرناکترن و میتونن تمام اعتبار و آرامشت رو نابود کنن. حالا قبل از پرداختن به اون رفتارها، لطفاً اول کانال رو سابسکرایب کن، این ویدیو رو لایک کن و اونو برای دوستات بفرست تا اونا هم بتونن ازش استفاده کنن. و حتما زیر این پست برامون کامنت بذار و نظرت رو در مورد این ویدیو به ما بگو. رفتار شماره 8. بی احترامی به زمان دیگران. وقتی دیر سر قرار حاضر میشی یا کارها رو پشت گوش میندازی، در واقع داری به وقت دیگران بی احترامی میکنی. زمان ارزشمندترین دارایی هر انسانه. کسی که وقتش رو برای تو میذاره انتظار داره تو هم اهمیت بدی. تکرار این بی‌توجهی باعث میشه دیگران کم کم از همکاری یا رابطه با تو فاصله بگیرن. شماره 9. بدگویی در پشت سر دیگران. اگر عادت داشته باشی پشت سر دیگران بدگویی کنی، حتی کسانی که با تو صمیمی هستن دیر یا زود بهت بی‌اعتماد میشن. احترام یعنی وقتی که کسی حضور نداره باز هم شخصیتش رو حفظ کنی. بدگویی نه تنها احترام رو نابود میکنه بلکه تصویر تو رو به عنوان فردی غیر قابل اعتماد در ذهن دیگران ثبت میکنه. شماره 10. نادیده گرفتن ارزش‌های مشترک. هر جمعی ارزش‌ها و اصولی داره. وقتی این اصول رو زیر پا بذاری، در واقع داری به کل جمع بی احترامی میکنی. مثال ساده: در محیط کار رعایت قوانین یا در جمع دوستان پایبندی به توافق‌ها. احترام یعنی درک کنی ارزش‌های مشترک مثل ستون‌های یک ساختمانن. اگر یکی رو بشکنی کل بنا لرزان میشه. شماره 11. بی‌توجهی به قدردانی. خیلی وقتها آدم‌ها برات کاری میکنن حتی کوچیک. اگر تشکر نکنی احساس میکنن نادیده گرفته شدن. یک ممنونم ساده میتونه احترام بزرگی بسازه. اما بی‌توجهی به این اصل تو رو فردی قدر نشناس نشون میده. احترام یعنی دیدن و ارزش گذاری به تلاش دیگران، حتی اگه کوچیک باشه. احترام چیزی نیست که یک بار به دست بیاد و برای همیشه بمونه. مثل یک گیاه نیاز به مراقبت و توجه روزانه داره. اگر این رفتارهای مخرب رو کنار بذاری و جایگزینشون کنی با صداقت، توجه و قدردانی، نه تنها احترام دیگران رو حفظ میکنی بلکه آرامش درونی خودت هم چند برابر میشه. انتخاب با توه. میخوای آدم‌ها وقتی اسم تو رو میشنون لبخند بزنن یا بی‌اعتماد سرشون رو تکون بدن؟